امروز دیگه خواستیم یک جاوید توی از بزکشی امروز روز دوشنبه و فردا امروز از آقای صاحب نوراغاز، فردا از آقای صاحب حبیب. دیگه از شما دوستا و پهلوانا آرزو دارم که بسیار یک برادرانه، دوستانه، علاقمندانه که بخیر ما شما اسفارم خراب نکنیم، پیش روی لیگام داریم. همین یک دوستانه بزکشی بکنین، همین یک برادرانه دوستانه بزکشی بکنین، کش بکنین که مردم هم لذت ببرن، شما هم لذت ببرین. دیگه سالمایتان هم میشه بخیر خوب است. دیگه خواهش ما همی است که برای دوستانه و برادرانه کش بکنین. کلیتان یک برادر هستین، هر جایی که باشی ما شما با صد پاره گردد باز با هم آشناست. ما شما فقط بخیر کمر خدا بسته میکنیم، اوگار نکنین. خواهش ما همیست که دوستانه کش کنین، سر کس هست پای نکنین، سر کس برای چیز نکنین. یگام پهلوانای نوشوق وقت بیتین، یگام جور بکنه که امان برای فردا به درد ما شما میخوره. دیگه خداوند کلیتان ایماد و غیرت بیته. اللهم ربنا آتنا فی الدنیا حسنه و فی الاخرة حسنه و قنا عذاب النار. کش کنین. مربوط آموزش پیکار است. هیچ کس حق نداره که در میدان دخالت کنه، از سیلبین تا گرفته تا هر کس پهلوان باشه. تمام مسئولیت میدان بزکشی که از طرف مقام ولایت و قماندانی امنیه ولایت سمنگان و دوش آموزش پیکار است و سربازایش است. هر اتفاق و هر مشکلی که داخل میدان میشه مسئولیت مربوط قماندان پیکار است. شما هم متوجه باشین. از پهلوانا از سیلبینا خواهش میکنیم که نظر به اطاعت آموزش پیکار عمل کنید. سالم جور از طرف محترم آقای بسنبای سیغانچی اعلان شده و هر پهلوانی که گوساله را به خط میرسانه مستحق سالم شناخته میشه. داخل میدان نبیاین، از خط بیرون فقط منظم و متو قطار بشینین و نظم میدان رو برهم نزنید دوستان. بله دوستان، قسمی که توصیه شده از طرف قماندان صاحب پیکار، قماندان سمت اول، پهلوانا کوشش بکنه که انشاءالله یک جنجال برپا نشه که خدای نخواسته کدام جگرخونی صورت نگیره و دوساله بالا شده توسط کدام پهلوان است که هیکو برکت جان، برکت الله پهلوان قاسمی است. هیکو برکت الله بالا 3000 سالم در اثر به محترم حاجی محمد حسن بای سیغانچی 3000. آفرین برکت الله پهلوان از ولسوالی پیروز نقچیر آمده. خوب سلام میزنه این پهلوان هم خیلی خوب. کش از بین پهلوان ها اینمی تو برادروار بی سر صدا هر پهلوانی که گوساله را با اصول و قانون داخل خط میرسانه نورداریم تا ای که حکم میدان اعلان نکنه سر گوساله جمع نشین. گروه خاصه کش کن. پهلوانای عزیز، حکم میدان آقای صاحب شیرزوای پهلوان و همچنان آقای صاحب ظاهربای فیروز نصیر دو معاون فدراسیون بزکشی است. البته هر تصمیم و هر فتوایی که از طرف اونها اعلان میشه مورد قبول است. در غیر از اون هیچ کس در سر خط بوزی که انداخته میشه مداخله نکنه، سر اسب یا سر همدیگر اسبی نکنین. آقای صاحب سکرالله احمدی را خوش داماد از اونجا 1000 چکیده قالش بالا میره، از بیرق دور داده چکیده قالش تا 5000 میرسه، 1000 از بیرق دور داده. نظر به هدایت حکمای میدان از طرف محترم آقای بشیربای سیغانچی بیرق ور پهلوان از بیرق دور بودین، از بیرق دور بودین از طرف مامای داماد محترم بشیربای. از 1000 افغان شروع شده چکیدهش میره بالا تا 5000. جالبترین مسابقه بزکشی امروز از طرف محترم آقای صاحب نوراغای اکرمی به مناسبت جشن عروسی آقای صاحب احمد خان بیرون میدان فاول بیرون میدان فاول است. چاپاندوزا پارتین گوساله را میگه پارتین. آفرین جمع شوین کلیتان، جمع شوین ببینید سل بالا نکنید. جرأت از آموزه وردارن که نظر به هدایت حکمای میدان از آموزه جرأت پهلوانای عزیز از خط که میبراید زحمت نکشیم فاول است. گوساله‌ای که از خط میبراید فاول است. هر کس که نظر به هدایت حکمای میدان تا اینکه وصل نشه بالا نکنین و بیرون خط که میبراید فاول است. گوساله دوباره داخل میدان پرتین و کار ادامه پیدا میکنه. از طرف محترم آقای بشیربای سیغانچی مامای داماد 1500 دارد. 1500 شده چکیدهش 500 رفته بالا از طرف محترم عبدالبشیر بای سیغانچی مامای حاجی احمد
احمد بای اکرمی 1500 نوار جایزه چهارمین جریم رو لحظه پیشتر برکت الله پهلوان بود که گوساله را به جور رسان و تبریک باشد به صاحب اسبش همچنین شفاودین پهلوان و زربلی پهلوان هم گوساله را به جور رسان فاول بالون عزیز بیرون میدان فاول است داخل آورده پرتین بیرون میدان فاول است مردان را قول است های که سیدیواس پهلوان است از اونجا اجراس از طرف محترم حاجی صاحب عبدالبشیر بای سیغانچی مامای داماد 2000 دارد های که سیدیواس جان های که سیدیواس جان سیدیواس پهلوان است گوساله در اختیار دارد و 2000 افغانی از طرف محترم حاجی بشیر بای سیغانچی سالم اعلام شده هنوزم به دستان سیدیواس پهلوان شیرپور گوساله قرار دارد که بتواند 2000 افغانی حاجی عبدالبشیر خان سیغانچی مامای داماد از آن خود کدام پهلوان میکنه ای نام خدا تشکر از جایزه که برای ما داده حاجی صاحب نراقا بای اکرمی از تشویق حسین نراقبای اکرمی پدر داماد جهان صفات گوساله در اختیار پهلوان است 2000 اعلام شده از طرف محترم حاجی عبدالبشیر بای سیغانچی گوساله هنوزم اعلام نشده بیار گوساله را ادریس بای بیار پهلوانا برادروار بدون سر صدا سر همدیگر به جای اسبایی نکنین گوساله را کش کنین جمع شوید مثال نشده جمع شو وار دارین از همجا واردن که 2000 از طرف محترم حاجی عبدالبشیر بای سیغانچی مامای داماد سالم اعلام شده از همجا جور است نام خدا برادروار احتیاط برادروار احتیاط بکنین برادروار بکنین این گوساله 2000 افغانی جایزه دارد از طرف حاجی عبدالبشیر بای سیغانچی از پهلوانی که از زمین وار دارد از بیرق دور میکنین جاوید باز گوساله بالا شده خیر بازو با مهارت خود آدمی تو جور است آدمی جان نجیب الله پهلوان میتونه نجیب الله پهلوان چهارمی گوساله را به جور برسانه 2000 از طرف محترم حاجی عبدالبشیر بای سیغانچی مامای داماد اعلام شده که نجیب الله پهلوان سمنگانی گوساله را در کنترل داره و به خاطر امتیازگیری تلاش داره چه رقم شد الان آکل میدان یک شک چهارمی گوساله امروز ما را به سواری اسب یک تک با نجیب الله پهلوان اسب ژیرنده محترم از طرف از بیرقدار بودین جایزه اعلام میشه از بیرقدار بودین جایزه اعلام میشه بیرق میبرین بیرق تور پهلوان سالمی در طرف محترم معلم صاحب فیضا بیرق از طرف محترم معلم صاحب فیضاغا و اندیوالایشان که در اینجا شرکت دارن 2000 سالم داره قاضی چکیدش بالا میره بیرق ببرین بیرق تور پهلوان تایی که بیرق نشه سالم نداره پهلوانای عزیز طور قانونی و رسمی از پشت سر بیرق دار ندین سالم نداره متوجه باشین پهلوانای محترم گیری اعلان کن تور پهلوان که از بیرق بیخبر بود پهلوان ها همتون با خبر باشین این بیخبر بود ایره میبخشین تور پهلوان با سواری اسب تور پهلوان با سواری اسب نوید خان ستاره پنجمی گوساله را به دایره اعلی رسانده مستحق جایزه از طرف محترم حاجی نراقا اکرمی شناخته میشه پهلوانای عزیز با هدایت حکم میدان از بیرق دور داده گوساله را به خط برسانیم و سالمی در از طرف
تشکر از معلم صاحب فیض آقا علاقمندای ما از قوم سیغانچی 500 افغان جایزه به ما داده. تشکر. بیا تو پالون طرف. هایکو پالوان که از طرف معلم صاحب فیض آقا و دیوالایشان به سالم اعلان شده. معلم صاحب فیض آقا یکی از مربی‌ها و کارشناسای ارشد رشته فوتبال در ولایت سمنگان. سالم جور 2000 افغان اعلان شده از طرف محترم معلم صاحب فیض آقا خان و دیوالایشان و ساحل جان و کلی دیوالایشان که با یک جمعیت حضور دارند. سالم جور 2000 افغان اعلان شده. حاج محمد پهلوان، نام خدا بیا حاج محمد پهلوان. حاج محمد با حسب حاجی جنید یک چک چک با افتخار حاج محمد پهلوان. حاج محمد پهلوان توانست که به سواری اسب جیرند آیسف جنیدالله احمدی اسب محترم اسکندر خان موترفروش پدرش 2 ساله را به خود رساند و سالم اجرام از طرف آقای رئیس فدراسیون بسکشی ولایت سمنگان الحاج علی بای سیغانچی. و داریم که از طرف محترم معلم صاحب ظلمه قیومی مامای داماد 15 سال سالم داره. 1005 از طرف محترم معلم صاحب ظلمه خان سیدیواس پهلوان است. هیکو سیدیواس جان، هیکو سیدیواس پهلوان. از طرف معلم صاحب ظلمه خان قیومی سالم 1500 افغانی اعلان شده که سیدیواس پهلوان شیرپور 2 ساله را در اختیار داره. هیکو سیدیواس جان 1500 سالم اعلان شده از طرف محترم معلم صاحب ظلمه خان قیومی. 2 ساله در اختیار سیدیواس پهلوان شیرپور است. این شک سیدیواس پهلوان. بیا سیدیواس جان که سالم محترم آیسه معلم صاحب ظلمه خان را یک چک چک با افتخار سیدیواس پهلوان شیرپور. سیدیواس پهلوان با سواری است پدرش حاجی صاحب موسی سرحدی توان گساله را به خود رسانه. 1500 سالم معلم صاحب ظلمه خان سیدیواس پهلوان از آن خود بابای داماد احمد جان اکرمی است که مراسم امروز از طرف محترم آقای نورآقای اکرمی به مناسبت جشن عروسی پسرشان آقای احمد خان اکرمی اعلان شده. گساله بالا شده. 2000 افغان سالم دارد. از همه یک جور است. ای ماشاءالله پهلوانا برادروار بتازیم بیرون خط نرین که پاولاز برادرها داخل میدان نگرین. گساله بالا شده توسط سبیح الله پهلوان. هی که میراجان پهلوان است، میراجان پهلوان است، میراجان پهلوان است. هی که پهلوان کریشی خودش از میراجان پهلوان است. هی که میراجان که 2000 افغان از طرف آقای اسماعیل بای سیغانچی البته بابای حاج احمد جان اکرمی است. شمال داره شمال بکنین حلال بکنین مستقیم جایزه 2000 افغانی که از طرف پدرکلان احمد جان اکرمی جایزه اعلان شده. ای اکای میرا جان نام خدا چه رقم حلال است؟ یک چک چک افتخار میراجان پهلوان. نام خدا میراجان پهلوان یک از اسطورهای ولایت بغلان پسر مرحوم البته رئیس شیرجان احمدزی که همراه اسبایشان به مراسم شرکت کردن. حضورشان خوش آمدید میگیم و گساله را به دوره اعلام رساند. از بخششی ادوارخانی اکای میراجان پهلوان جهان صفاست که با سوار از بیرقدار بکنید 2000 افغانی جایزه لشت از بیرقدار بکنید. از بیرق پهلوان و گساله در زمین است. از بیرقدار بکنید 2000 سالم در از طرف محترم از طرف حاجی خیرالله اکرمی از بیرقدار کاکل دارد. از طرف حاجی خیرالله اکرمی کاکل دارد از بیرقدار دارد. 2000 افغان سالم دارد. وزر این پهلوان که 2000 افغان از بیرقدار دارد از طرف محترم وزر 2000 افغانی جایزه از طرف که کاکای داماد اعلان شده که چهرهشان بالا میره. از طرف حاجی خیرالله پای اعلان شده 2000 افغانی از
ای پهلوان 2000 از بیرق دادن سربه محترم آقای خیرالله اکرمی جایزه دارند. خامش پهلوان 2000 چپ بغل دیگه خامش زمین گیر باشی. خامش زمین گیر. ای ولایت بگیریم نجیب الله پهلوان است. ایلاقی صاحب است نام خدا. بالا کشه خود بیدن پهلوان. خامش پهلوان. خامش که سربه محترم آقای خیرالله اکرمی خاکای داماد 2000 خانه سالمه شده. ولایت بگیرم خودم پهلوان نتونه گوشل را بگیرم اینجا دیگه چپان دادای زمین گیر اینجا سمنگان است اینجا جای قهرمان است این بوسکشی را برگزار مناسبت مرموزارسی پسرش آجیان جوری اکرمی با خانه سایخانچی 2000 جایزه آجی خیر الله کاکای داماد خود الواسه بجان سمیولا پالان دوستان را زمین بالا کرده است آیشا گلیم مای سایغانچی از بیرق دولت 2000 اثر محترم آشق خیرالله اکرمی کاکای داماد هیچ سمی جان اسب گلبادامی آیشا گلیم مای سایغانچی از رئیس فدراسیون بزکشی ولایت سمنگان نوبت رسید به سمیولا فولاد که دوستان را به تقدیم راسیس دارد که از بیرق دام می‌کند جرمی رساند به جایزه آجسر خیرالله اکرمی 2000 افغانی جایزه است. ای کسامی جان سمیولا پهلوان از گوساله را در اختیار دارد به سواری اسب محترم آجی صاحب علیمبای سیغانچی اسب گلوبادامی آجی صاحب علیمبای سیغانچی سمی پهلوان از 2000 افغانی اثر محترم آجی صاحب خیرالله اکرمی سالم اعلام شده. هنوزم گوساله به دستان فولادی سمیولا فولاد قرار داد که گوساله را انداخته چی میگه که سپاس از همه پهلوانان که زحمت میکشند. تشکر از 1000 افغانی جایزه میرا جان پهلوان شمال دارند. هر پهلوانی که گوساله را میوارد داره شمال داره. سمی پهلوان گوسالهش به خط نرسید و گوساله دوباره بالا شده. از همونجا شمال داده جورد شفاودین پهلوان است. شفاودین پهلوان است به آجی برهانی عظیمی بطانه شفاودین پهلوان بوده گوساله نگرده خوب میام ماشالله این اصلی آجی برهان نام خدا قای ترباد در داده بگی از همین چلاوایید و بچه رئیس رو و شفاودین آخر گیر میتونه گوساله را بچور برسانه که جایزه آجی صاحب خیرالله کاکای داماد از آن خود بکنه. سپاس از آجی خیرالله با اکرمی گوساله سرگردان است به دستان و حال برکت الله پهلوان است به نظرم برکت الله پهلوان فیروز نخچیری است. برکت الله پهلوان بتونه گوساله را بچور برسانه. های که برکت جان است به پدرش محترم آقای قاسم بای فیروز نخچیری است. برکت الله پهلوان گوساله در اختیار داره است به محترم گوساله در اختیار پهلوان شماره 10 های که پهلوان شماره 10 ای گوساله را جدا کرده کدام پهلوان است قیوم طوفان است 2000 اثر به محترم آقای صاحب خیرالله بای اکرمی اعلام شده. چی شد گوساله قیوم طوفان ای که رمزالله جان ای در رمزالله کجا بل رمزالله پهلوان است به دمچک پدر شیرالی بای است. های در بل رمزالله جان های در رمزالله پهلوان است به محترم پدر شیرالی بای 2000 اثر به محترم خیرالله بای اکرمی آقای صاحب خیرالله بای اکرمی 2000 افغانی سالم اعلام شده که رمزالله پهلوان گوساله در اختیار داره. رمزالله پهلوان است چلاو میزنه پسر شیرالی بای بوکی چرمنی رمزالله پهلوان نوجوان است تا بتانه با سواری اسب دنچکه پدر شیرالی بای گوساله را بچور برسانه که 2000 افغانی جایزه از طرف کاکای داماد آجی خیرالله بای جنگ رمزالله پهلوان که گوساله از اختیارش بیرون شد نام خدا خیلی خوب کش خدا کرد در میدان زحمت خدا کشید 2000 افغانی از طرف محترم آجی خیرالله بای ای کسامی جان ای به شک سمیولا پهلوان این چهار پاچه گیر سمی پهلوان بیا سمی جان این بلایت بگیرم سمیولا پهلوان پهلوان با سواری اسب محترم حاجی علیم بای رئیس فدراسیون بزکشی ولایت سمنگان گوساله را بچور برسانده مستحق 2000 افغانی سالم شده. اعلان کو بچه چوره اعلان کو
جوره اعلان کن مگه معلومات جوره اعلان کن که وزیر کسر محترم آیشه بنایت الله عزیزی آیشه بن آقای عزیزی آیشه بتقلای عزیزی 5000 افغانی چکیده قاضی تا 10000 میره. اثر به محترم آیشه عنایت الله عزیزی آیشه بن آقای عزیزی و آیشه بتقلای عزیزی 5000 افغانی سالم چکیده قاضیش بالا میره. هر پالونی که گوساله رو با دوری رول میرسونه. گوساله برداشته شده توسط پهلوانان که 5000 افغانی جایزه از طرف رشتی برادر از قوم عزیزی آیشه عنایت الله عزیزی آیشه بن آقای عزیزی الله عزیزی با مایکروفون عروسی پسر آجی صد در آقا اکرمی جایزه را داده 5000 هایکو پالان گلرحمان است گلرحمان پالوان است گلرحمان پهلوان برادر بزرگ نجیب الله پهلوان برادر بزرگ صفت الله پهلوان است 5000 جایزه از طرف محترم آیشه بنایت الله عزیزی آیشه بن آقای عزیزی آیشه حاج الله عزیزی سه برادران 5000 افغانی چکیده قالدش بالا میره. هر پالونی که گوساله را با مهارت تکنیک بزکشی هایکو پالوان هنوزم گلرحمان پالوان است هنوزم گلرحمان پالوان است. جلوان نام خود جیران سوار 5000 افغانی سالم داره. این حاج محمد پالوان است این حاج محمد پالوان است حاجی صاحب جنید الله احمدی است. ستاره کولا است ستاره کولا باشه حاجی محمد دیوار شکن است حاجی محمد دیوار شکن است. بعد از گلرحمان نوبت را گرفته گوساله را در تکیم چپ خود قرار داده. این پهلوان هایکو پالوان که 5000 افغانی از طرف آیشه بنایت الله عزیزی آیشه بن آقای عزیزی آیشه بن الله عزیزی سه برادران سالم داره. هر پالوان که گوساله به خط میرسونه 5000 سالم داره 5000 بیرمن نشکن نگرا بیرمن پنج هزار افغانی جایزه از طرف حاجی صاحب عنایت الله عزیزی حاجی میرآقا عزیزی حاجی صاحب حتیق الله عزیزی اعلان شده که گوساله سرگردان از میانی این پهلوانا هنوزم حاج محمد پالوان ستاره کلاب است جنید الله احمدی است در تلاش امتیازگیری ستاره کلاب است. حاج محمد پالوان گوساله در تکیم داره به سواری اسب ستاره کلاب حاج صاحب جنید الله احمدی. نام خدای صاحب طاهر قیومی هم اسب محترم سیداران آقای کابل بانک سوار است. نام خدا اسب امت خود تند و تیز گوساله سرگردان و دور است از جو خیلی فاصله گرفت تا 5000 افغانی جایزه هم جایزه کمی نیست. از طرف حاجی عنایت عزیزی حاجی عتیق الله عزیز حاجی نور آقای عزیزی با مناسبت روی محترم حاجی احمد جلال زبی پالوان حاج محمد پالوان است. گوساله در اختیار زبی پالوان حاج محمد پالوان است. 5000 افغانی از طرف محترم حاجی صاحب عنایت الله عزیزی عایشه نور آقای عزیزی عایشه عتیق الله عزیزی سال اعلان شده 5000 جایزه دارد. گوساله در اختیار حاج محمد پالوان ستاره کلاب است. جایزه برادرای عزیزی را کدام پهلوان با کدام از آن خود میکنند در حال تخت تازه نبرد تن به تن میان این چپاندازان غیور نامدار ولایت سمنگان است. نجیب الله پهلوان است. نجیب الله پهلوان به سوار اسب محترم ایلاقصای میمانای ولایت مزار گوساله را تقیم دارد. اسب محترم ایلاقصای میمانای ولایت مزار گوساله در کنترل نجیب الله پهلوان سمنگانی است. هایکو نجیب جان 5000 جایزه دارد. 5000 جایزه داره اسب محترم ایلاقصای وزن نجیب الله پهلوان است. بله ای بار کمالای نجیب الله پهلوان نجیب الله پهلوان قهرمان نجیب الله پهلوان به سواری اسب محترم ایلاقصای میمانای ولایت بلخ به سلخانه محترم ایلاقصای گوساله را به خط رساند و مستحق از بیرق دور داده. از طرف حاجی آصف حکیمی از بیرق دور داده 3000 افغانی سالم دارد. از طرف محترم آصف حکیمی
از طرف یاسر رحمت الله حکیمی از بیرق داده 3000 افغانی سالم دارد. از بخششی 1000 افغانی شبت الله عزیز و جهان سپاس. 3000 افغانی از طرف محترم آقای صاحب رحمت الله حکیمی سالم دارد. شجاع الدین پهلوان هم و فوتبالر هم هست که دوستاش خوش آمدید میگم. اگه چکیده شد حاجی محمد زرگره بگو. چی میگه کمی میدان یکی چکیده شد. به افتخار سید و پهلوان شیرپور سری از کشل تیمپور ابرسیا یک چکچک با افتخار سید و پهلوان شیرپور با سواری است به ابرسیای پدر شامل شیر علی بای که نام خدایی است و به جورت سرعت عالی دارد. سید و آجازه حکیمی 3000 افغانی سالم دارد. از بیرق دور داده از طرف محترم حاجی صاحب آصف خان حکیمی 3000 افغانی سالم اعلام شده. زبی الله پهلوان است به سواری است به نو خرید آیسه شیروی پهلوان. هایده زبی جان، هایده زبی جان، هایده زبی جان. 3000 افغانی از طرف محترم حاجی صاحب آصف خان حکیمی. نام خدا بلای تا بگیرم. 3000 افغانی از طرف حاجی آصف خان سیغانچی اعلان شده که زبی الله پهلوان بطالب از به نو خرید پدر شالها چیزاده باید پهلوانی گذاره رو به جرم رسانه. 3000 افغانی جایزه. از طرف محترم آقای آصف خان سیغانچی 3000 افغانی سالم اعلام شده. هر پلوانی که با مهارت و تکنیک و تاکتیک بوسکشی گسل را به خدمت میرسانه سالم جور از طرف محترم آقای آصف خان سمی پلوان است. Ayta yakidi bitte celala. هایکو هایکو پلوان 3000 افغانی جایزه از طرف محترم حاجی آصف خان سیغانچی اعلان شد تا مناسبت مجلس رئیسی پسر حاجی صاحب نور آقا بای اکرمی. سپاس از حاجی طاهر بای. از بخششی 1000 افغانی حاجی طاهر بای قیوم جهان سپاس که 1000 بر ما بخشی روان کردن. جهان سپاس نام خدا خود تشویق کردن. هایکو پالان که از طرف محترم آصف خان سیغانچی 3000 سالم دارد. نزدیک جای حلال است. 3000 از طرف محترم آقای آصف خان سیغانچی سالم اعلام شدن. چی میگه؟ حکم آقای میدان چی میگه؟ تشکر از 1000 افغانی بخشی حاجی صاحب طاهر بای. چی شده میگه سالا؟ چی رقم شد؟ حلال است بیا پهلوان بیا صلاح‌الدین پهلوان. نام خدایی اسمم خواب و متاسب تیز برو چابک سوار بوده. یک چکچک با افتخار صلاح‌الدین پهلوان با سواری اسب محترم محسن صلاح‌الدین گوسالا رو ببریم بیرون. Kam است میگه 15 سپاس از محترم حاجی آصف بای سیغانچی که 500 افغانی جایزه برای ما هم دادن. یک دنیا ممنون. دو سالر از بیرق حضرت به محترم محمد خان زرگر 5000 سال در طرف محمد خان زرگر. هر کسی صفت الله پهلوان است به عاشق از این باید 5000 از طرف محمد خان زرگر اعلان شده. صفت الله پهلوان است به عاشق از این باید سمنگانی است. هر کسی 5000 صفت الله پهلوان است به عاشق از این باید سمنگانی است. است به عاشق از این باید سمنگانی 5000 از طرف محمد خان زرگر یک از زرگرای ولایت سمنگان اعلان شده که نام خدا صفت الله پهلوان است. 5000 سال در از طرف محمد خان زرگر. ای وای 5000 افغانی جایزه محمد خان زرگر. 5000 افغانی اعلان کرده. این پهلوان کدام پهلوان است که مستحق 5000 افغانی محمد خان زرگر شناخته میشه؟ هنوز هم گوسالا در اختیار صفت الله پهلوان است به سواری اسب سمند حاجی صاحب از انبای سمنگانی که 5000 افغانی از طرف محترم محمد خان زرگر اعلام شده. 5000 پیسه کمینه سالمات اول شده. میره لحظه و لحظه بسکشی جالبتر میشه. بازم میمانایی که از نزدیک به بسکشی محترم آقای نور آقا خان اکرمی به مناسبت جشن عروسی
البته حاج احمد اکرمی نواسه حاج اسماعیل بای سیغانچی بزکشی برگزار شده. حضور تمامی مهمانان را از ولایت بلخ و بغلان از ولایت همجوار خوش آمدید و خیر مقدم عرض می‌داریم. 5000 افغانی اثر محترم محمد خان زرگر اعلان شده. بله محمد خانی که در پال چپ و قرار داره 5000 افغانی جایزه را اعلان کرده که گل سال زرگر دارد. 5000 افغانی جایزه محمد خان است. سید مسعود پهلوان شیرپور است. شماره ده سید مسعود پهلوان است. تازه رسیده برناج. گل سال از اختیار سید مسعود پهلوان شیرپور است. بچه‌ها از برناج تلاش داره به خاطر امتیازگیری سالم 5000 افغانی محمد خان زرگر. محمد خان زرگر هم امروز پیوسته به جمع اکرمی ها که 5000 افغانی جایزه هم اعلان کردند. این محمد خان زرگر سپاس از محمد خان زرگر که در پهلوی حاجی نورآقای اکرمی استاد است، مثل حاجی طاهر بای، مثل حاجی خلیل بای، مثل حاجی اسماعیل بای، مثل دیگه بایهای سیغانچی 5000 است. طول کم نیست. این جایزه است از محمد خان زرگر که چی میگه کم خسته بدو خسته کجاست بیو خسته را دوزی کده خسته وقتی که بکار میشی نیستی. ای خدا سید مسعود پهلوان بود که گوسالهش هنوز هم اعلان نشده. از طرف اکرمای فکر کنم که کار ادامه داره. به خط نرسید. خیلی زحمت کشه. شماره 10 سید مسعود پهلوان شیرپور. بله لیونل مسی شیرپور بود که گوسالهش به جرم رسید. 5000 افغانی جایزه اعلان شد. نام خدا سالم محمد خان زرگر خیلی کشفش کرد. بلای تا بگیرم حیک پهلوان شفاءالدین پهلوان از اسب آیس برهان عظیمی. شفاءالدین پهلوان از ببینم که چی نکن چلاو بزنه. این بچه شرایط شفاءالدین پهلوانی که آخرم گرفته بود هفته گذشته. این شفاءالدین است. های که شفاءالدین جان اسب آیس برهان عظیمی است. وقت تازید آمد داره کی میمونه پهلوان و شفاءالدین هم دستوردار نیست. تا 5000 افغانی جایزه محمد خان زرگر از خانه خود نکرده ماندن والا نیست. از این بعد 5000 طرف حاجی شریفی حضور محترم آیت عبدالله خان شریفی همراه میهمانای ولایت کابل که در کنار آیت برهان عظیمی حضور دارند که بزکشی فردا را محترم آیت عبدالله شریفی اعلان کرده که همه علاقمندان اطلاع داشته باشیم که بزکشی فردا از طرف محترم آیت عبدالله شریفی اعلان شده که به مناسبت جشن عروسی امید جان پسرشان ای حاج محمد دیوار شکنه است. حیک حاج محمد جان اسب آیت جنید الله احمدی است. بله دیوار شکنت بلای تلگرام دیوار شکن چی میکنه گوساله را که وای از سر جار کارس منیر رسولی بالا کرده گوساله را 5000 افغانی جایزه محمد خان زرگر خیلی دوام کرد میان این پهلوانا کی میگیره 5000 افغانی را. تشکر از حاج صاحب حبیب الله شریفی حضورش که یک جور هم بعد از این اعلان میکنه فردا هم بزکشی داره و خیر. خب نامخلا بزکشی لحظه و لحظه جالبتر میشه. حضور تماشاچی ها و هوادارای بزکشی در میدان افزوده و افزایش پیدا میکنه. بزکشی امروز از طرف محترم آیت نورآقا اکرمی به مناسبت جشن عروسی آیت احمد خان اکرمی پسرشان نواسه حاجی صاحب اسماعیل بای سیغانچی که میزبان این مسابقه بزکشی امروز تمام قامای سیغانچی است که سالمای خوب 5000 افغانی هم تو دبل که لحظه و لحظه سالما بیشتر میشه. خوب تشویق کردن نام خدا بزکشی فردا از طرف آیت عبدالله شریفی به مناسبت جشن عروسی امید جان شریفی پسرش برگزار شده. بله انشالله که این پهلوانا و این شما و این ما فردا باز هم دیدار ما در همین میدان. اینجا سمنگان ها جای دلیران ها این پهلوانان است که میتازن. خسته جدید سالمی جد از طرف محترم محمد خان زرگر که نام خدا یک نیم ساعت خود طول کشیدید سالم زرگر. بلای تا بگیرم محمد خان زرگر رضا شد 5000 بگو رضا هستم که تا پهلوانا بتونند این گوساله را به خط برسانند. جایزه کمی نیست. این 5000 محمد خان زرگر یک با یک 5000 اعلان کرد. محمد خان زرگر
نام خدا در 34 ولایت افغانستان این رقم سالم و این رقم سیل نظام و خدا سالم و 6000 قاضی چکیدش بالا میرسه به محمد خان زرگر 6000 سالم داره. هر پالونی که گوساله رو به خط میرسونه از طرف محمد خان زرگر 6000 سالم اعلام شده. بله پول کم نیست 6000 است که میگه 60000 میرسونه 1000 میره بالا 6000 است که از طرف محمد خان زرگر این 6000 افغانی اگر دوام کرد میره بالا چکیدش بالا میرسید پهلوانا هنوز هم در ادامه مسکشی در حال نبرد تن وطن است. هر کسی گوساله از نزدیک دایره حلال از تعقیب پهلوان میکنه شمال داره. گوساله که در نزدیک دایره حلال میچکه یا از تعقیب پهلوان جدا میشه شمال دوره کلان داره. 6000 افغانی از طرف محترم آقای صاحب البته محمد خان زرگر سالم اعلان شده هر بلند گوساله رو به خط میرسانه. 6000 افغانی جایزه 6000 افغانی دوران شیرزاده دوران است شیر قرآن است از طرف محترم آقای صاحب شیرزاده پهلوان است از بخشش 1000 افغانی محترم آقای صاحب حبیبالله شریفی جهان سپاس که ابرای میمانای ولایت کابل در میدان شرکت کردند که بسکشی فردا را آقای صاحب حبیبالله خان شریفی آن که 6000 سالم دارد طرف محترم محمد خان زرگر طرق آقای صاحب شیرزاده پهلوان 6000 سال شیرزاده توران است 1000 بخشی روان کردن محترم آقای صاحب حبیبالله خانی. تشکر از آقای حبیبالله خانی شریف و شیرزاده توران است از طرق الحاج شیرزاده پهلوان این پهلوان ها کدام به خود سرازمایی خود را کردن اما معلوم نیست که کدام پهلوان 6000 افغانی محمد خان زرگر از آن خود میکنه که چیری بعدی هم از طرف حبیبالله خانی شریف اعلان میشه معلوم نیست چند است. هر که صفت جان اسب مرحوم طلابای بزرگ است اسب مرحوم آقای طلابای بزرگ است صفت الله پهلوان 6000 سالم داره این اسب میگرده در تبع دل صفت الله پهلوان اسب مرحوم آقای طلابای بزرگ است که صفت الله پهلوان جلوایش ببینید که 6000 رسیده نزدیک دایره حلال است صفت الله پهلوان است هایی که 6000 قهرمانی چیتا جگل در کره ها طلابای بزرگ پتانه گوساله را بجور برساله یک کره خوب میگرده کره مرحوم طلابای بزرگ است که صفت الله پهلوان در نوبت شد هایده محمد پهلوان گوساله را تر تقیم صفت الله پهلوان جدا کرده و گوساله در اختیار 6000 افغانی از طرف محمد خان زرگر فاول است بیرون میدان گوساله را پارتو گوساله را پارتو این حالی چمشلی مرداری که 6000 افغانی جایزه محمد خان زرگر شفاودین پهلوان هر که شفاودین نصف آشا برهان عظیمی است شفاودین پهلوان شفاود آشا برهان عظیمی است شفاودین پهلوان 6000 از طرف محمد خان زرگر بتان شفاودین پهلوان 6000 افغانی جایزه محمد خان زرگر را از آن خود بکنه ایره میگه بسکشی ایره میگه تاخت و تاخت ایره میگه نبردی تن بطن میانی پهلوانان تیر سوار تلاش کنیم که 6000 افغانی محمد خان زرگر اعلان شده ببینیم نصیب کدام پهلوان میشه هر پهلوان به نوبه خود زحمت هنوز هم شفاودین پهلوان چاپاندازه آقای برهان عظیمی است دستوردار نیست شفاودین پهلوان به سواری از تاج برهان عظیمی هنوز هم دست پنجه فولادی شخص نشده باشه میبره سمت جار این پهلوان با نام و نشان رئیس 6000 افغانی جایزه خیلی کل کشی این حالی شده بود کشی این حالی هیره میگن کش هیره میگن سوری بوزو زیر میدان رفته باشه فاول است نظر باید که این گوساله را تایلانگر گوساله را واداره که 6000 از طرف محترم محمد خان زرگر سالم داره گوساله را پارتو پهلوان جان گوساله را پارتو جرات از اون جرات که 7000 سالم داره 7000 از اون جرات 7000 کلام بالا از نام خود گوساله را زربالی ایمان خدا زربالی پهلوان بیا بالای تا میگیره چه رقم است گوساله زربالی 3000 شروع میشه از بیرق داده 3000 از طرف محترم آقای صفی الله خان احمدی بیرق
تورپالان بیرق های ندارو که هر پالان که گوساله رو بالا بکن بیرق دار داده ضربلی نام خدا خیلی خوب لپ و جب کرد میدانه ضربلی پهلوان از بیانی پهلوانا افتازار افغانی جایزه محمد خالص بگیر از آن خود کرد سلامتی ناماتی برف کنچی محترم اسکر خلاص شاباتی میره سمت بیرق از بیرق دور بده جایزه 3000 افغانی سفیم الله احمدی برادر آجی چنید الله احمدی را برف کنچی اسکر خلاص شاباتی بار بیرق بر کسران محترم آیسان سفی الله خانی احمدی 3000 افغانی بیرق بیرق پورا از بخششی محترم محمد خان زرگر جهان سپاس که 1000 بخششی نهاد کردند از بیرق دور بخوره پهلوانا بیرق نشده پهلوان Bayrak برو بگه بیرق نشده نظر از آبوجه شمال کلان جور است 3000 افغانی سرور محترم آشد صفی الله خان احمدی اعلان شده دوره کلان جور است صفت الله پهلوان است صفت الله پهلوان است به پسران مرحوم آشد طلابای بزرگ است 3000 افغانی سرور آشد صفی الله احمدی سالم دارد سرور آشد صفی الله احمدی 3000 افغانی سالم دارد صفت الله پهلوان است آجی طایر بای دوره کن آجی طایر بای کم دوره که ترمی کبرا رو گرفته 3000 افغانی آجی صفی الله احمدی اعلان شده برادر آجی جنید احمدی هنوز در حالی زبردست بسواری است مرحوم طلابای بزرگ این صفت الله پهلوان من شهود منمی چی میگه کمی میدان یک چک افتخاری حالا که میگم صفت الله پهلوان قهرمانی تیم بجه بسواری است پسران مرحوم آجی طلابای بزرگ این گساله رو به جرات الله مستقل 3000 افغانی سالم استرده آجی صفی الله احمد گوساله بالا شده از طرف مصطفی خان پسر آشد صادقای سیغانچی 3000 سالم داره چکیده ایشان بالا میره باز هم 3000 پولی کم بیست که چکیده ایش بالا میره گوساله سرگردان است بالا شده 3000 افغانی از طرف صادقای سیغانچی بعد از جوری صفت الله پهلوان کدام پهلوان نوبت میگیره با گرفتن جور جالب ترین اینا دانچک شیرالی باید سید مسعود پهلوان 3000 حسن ابن مصطفی خان پسر آشد صادقای سیغانچی یک دقیقه بیا هیدالای که میگیرم سید مسعود لیوان البس شمارت بیا دلای که میگیرم بیا سید مسعود پهلوان نام خدا بسیار با چالاکی و با سرعت تیز اسب دانچک محترم شیرالی بای رسولی بود که سید مسعود پهلوان شمارده ولایت سمنگان و سوارت دانچک محترم شیرالی بای رسولی توانست که گوساله را بخط برسانه و سالمه 3000 افغانی مسابقه پسر آشد صادقای سیغانچی را یک البته سید مسعود پهلوان شمارده بود که بسوار است به دانچک محترم شیرالی بای رسولی گوساله را بخط رسان حق جایزه 3000 افغانی که شناخته شد سید مسعود پهلوان برادر سید پهلوان این بود قهرمانی سید مسعود پهلوان شیرتوار فردا بزکشی آیسر به الله شریفی برگزار میشه بیرون میدان رفته باشه فاول شماردار فاول است گوساله فاول است دوباره پهلوان گوساله دلال شمال دیر پرتو میگم پرتو گوساله را یوسف پهلوان است یک چک با افتخاری یوسف پهلوان اکرمی نام خدا پهلوان یوسف اکرمی بود که با سواری اسب خودش گوساله را به دایره حلال رساند و مستقیم یوسف جان شما را در نام خدا یوسف پهلوان بود که تخت تاز خود را کرد کمره‌ای که منتظر تصور رایجه نه داره سالمی جور از بیرق دار بده از بیرق
چشم یوسف پلوان کامران برقش خلاص شد و بچه پیپریش خلاص شد ایکن که طرف آشد عبیدالله شریفی سید مسعود پلوان از بیرق شده از طرف نام خدا دنچک که سید مسعود پلوان 5000 از طرف آشد عبیدالله شریفی دنچک سید مسعود پلوان شیرپور چه میگه کم؟ یوسف دادم چیز که یک چک بر افتخار سید مسعود پلوان شماره 10 یک چک افتخار سید مسعود پلوان شماره 10 بازم دنچک خوب آمد ضربه کرد سید مسعود پلوان بود که با سواره به دنچک محترم شیر علی بای رسولی بود که سالم از طرف آشای عبدالفتاح خان به آشای فتاح خان از بیرق داغدا 5000 سالم داره تا یک سالمه ایران بشه پلوان نوار داره هر کس که از بیرق داغدا $2 به خط میرسن از طرف محترم آشای عبدالفتاح خان 5000 سالم داره برای که بگیر مسعود سید مسعود شیرپور از طرف آشای عبدالفتاح خان سیغاچی از بیرق داغدا 5000 سالم اعلام شده سید مسعود پهلوان که دوستان با جراسان مستحق جایزه شناخته شد پهلوان آوار داری که 5 دلار افغانی برای دیگه آهوش سید مسعود پهلوان برای نکس فراموش این از روزانه که 5 دلار از بیرق دار بتینید تا کلام زنجان از طرف محترم آشف عبدالفتاح خان سیغانچی 5000 از بیرق دار سالم داره هر پلانی که گساله رو به خط برسانه برادروار یک کمی برادروار بتازیم پهلوانا برادروار خمشو که 5000 از طرف آشف عبدالفتاح خان سیغانچی رازو سمی جان خمشو سمی جان ای گساله زمین از بیرق دار 5000 از طرف آشف عبدالفتاح خان سیغانچی گساله بالاش تور پلوان از بیرق دار 5000 افغانی هر پهلوانی که از بیرق دار میتونه گساله را به چور میرسونه جایزه است تور پهلوان هم نظر شد خدا کنه که جور تیار و آماده باشه و 5000 افغانی جایزه هم اعلان شده از بیرق دار میتونه حاجی سید جلالی یا پاکای دیقانی یا پهلوانا شد کریمانی و از جزر آقانی از طرف محترم آشف عبدالفتاح خان سیغانچی از بیرق دار سالم داره جایزه عبدالفتاح بای سیغانچی را کدام پهلوان میگیره که از بیرق دار بوده 5000 افغانی از جایزه کجاست عبدالفتاح خان بلای بگیرم عبدالفتاح خان سیغانچی در پهلوی آجم آقا خان اکرم امروز آمده حضور داره این قوم سیغانچی این مردمی با شهوت چی بوزکشی نازه چی پهلوانانه که غیور و قوی هیکل و قهرمان هم هستن این پهلوانا 5000 افغانی جایزه جالبترین مسابقه بزکشی امروز از طرف محترم موجود صاحب آقای اکرمی به مناسبت جشن عروسی پسرشان آیسب احمد خان اکرمی نواسه آیسب اسماعیل بای سیغانچی را شده ای کرایش میرادان 5000 سپاس از حاجی صاحب عبدالفتاح خان که 500 افغانی جایزه نمو رسانده جورای چه شاخی و قریس قرار سر ای که میرادان کریش خودش از 5000 از طرف آیسب عبدالفتاح خان ما بین آمد سعید وزیر بسم یک چک اینی را میگن نام خدا این بیرقی مکمل یک چک به میمان ولایت بغلان بلال بگیرم که این پهلوانه چک کنین خوب یک چک میرازان پهلوان که بسوار است به اشکارت خودش میرازان پهلوان بسوار است به اشکارت خودش بود که گساله را به دایره اما جمعی دلاز کش اصلی پایان پسر آجی عزیز الله قریبا 5000 افغانی از بیرق دار داده از بیرق دار داده گساله را به خود برسانید که از طرف محترم حاجی صاحب عبیدالله خان 5000 جایزه داره از بیرق دار داده
ای که سید منصور است سید منصور پهلوان شیرپور و سید رسول پهلوان شیرپور هم تازه آمده حاجی صاحب عبیدالله خان کشتره حاجی عزیز الله کلاتر از پشت آسیای پایان به افتخار توی حاجی احمد جان اکرمی 5,000 افغانی یک جوره برقاق بگرفته که چکی بهش مینه تا 25,000 افغانی سید منصور پهلوان است که گسلات اختیار داره که 5,000 از طرف محترم سید عبیدالله خان اعلان شده میگه از طرف عبیدالله خان اعلان شده 5,000 قایم کو پهلوان سید پهلوان که 5,000 از طرف حاجی عبیدالله اعلان شده 5,000 افغانی جایزه حاجی عبیدالله باید کشت شای پایان پسر حاجی عزیز الله کلانتر کدام پهلوان از آن خود میکنه گسلا نزدیک چی است یک شمال کلان بدون شمال حساب نیست جایزه داره هر پهلوانی که گسلا رو بخواد میرسونه از طرف محترم حاجی عبیدالله خان 5,000 جایزه اعلان شده که کدام پهلوان زبی پهلوان حاجی احمد صدا میکنه گسلا زمین است 5,000 از طرف محترم حاجی عبیدالله خان جایزه داره هر پهلوانی که بتونه این گسلا را به کل جای قرار بده طبق قانون بسکشی 5,000 افغانی جایزه از طرف حاجی سید عبیدالله خان پسر حاجی عزیز الله کلانتر اشخاصی پایان اعلان شده 5,000 افغانی زمینگیر کیا است کدام پهلوان زمینگیر است آفرین پهلوان برادروار بتازه برادروار بچه واجه سیو bayrak nakada idi Türkçeler mi ki olaca balce fikir bolo ke je parti bayrak bu var bayrak bu var او پیشوی هر پهلوانی که بیاد از بیرقدار بده جرمی را سر 5,000 افغانی جایزه بدون بیرق و سر جرمی از همه جرات نظر به هدایت حکم میدان اشرف شیرزاد پهلوان از همه جرات هر پهلوان گسلا را میکنه شمال کلان همه جرات 5,000 از طرف محترم حاجی صاحب عبیدالله خان سالم داره 5,000 افغانی جایزه جرات از همه هر پهلوانی که بتونه گسلا را به دایره برسونه که مستحق 5,000 افغانی جایزه از طرف حاجی صاحب عبیدالله خان پسر حاجی عزیز الله کلانتر و هایده توران اسم آشا شیرزاد پهلوان تورقی آشا شیرزاد پهلوان شیرزاد توران 5,000 از طرف محترم حاجی عبیدالله خان جایزه داره گسلا در اختیار شیرزاد توران است و سوار اسم تورقی حاجی صاحب شیرزاد پهلوان است شیرزاد توران است و سوارکاری است به آشا شیرزاد پهلوان گسلا در اختیار داره 5,000 افغانی از طرف محترم حاجی عبیدالله خان سالم اعلان شده $100 شده برابر $100 شده حاجی عبیدالله خوش آسیای پایان پسر حاجی عزیز الله کلانتر $100 برابر $100 از طرف محترم عبیدالله خان اشرف عبیدالله خان اعلان شده هر پهلوان گسلا را به خدمت میرسونه $100 های که صفت الله پهلوان اسم تیرنده حاجی صاحب جنید الله احمدی است مجیب جان برکه مجیب الله برمونده که مجیب جان برکه $100 های که صفت پهلوان اسم حاجی صاحب جنید الله احمدی است صفت الله پهلوان اسم حاجی صاحب جنید الله احمدی است $100 از طرف حاجی صاحب عبیدالله خان مجیب مونده برکه این رمز الله پهلوان $100 $100 رمز الله پهلوان اسم امپراتور شیر علی بای پدرجان $100 از طرف محترم حاجی عبیدالله خان امپراتور شیر علی بای است که رمز الله پهلوان گسلا را اختیار داره حاجی عبیدالله را بگو که داخل رنجر از وایسه میتونه مختفیادر شرایط $100 نزدیک دایره الان سعی کن رمز الله جان حیدر رمز الله جان که اسم پدر شیر علی بای رسولی است امپراتور $100 برابر نصیب کنم پهلوان بشکی و صلاحالدین مماتی پهلوان صلاحالدین مماتی برادر نیچه پهلوان $100 برابر آن خود بکنه $100
صلاح‌الدین پهلوان است. صلاح‌الدین پهلوان است. محمد پهلوان است چسبیده. صلاح‌الدین پهلوان محمد پهلوان است. $100 سر به حاجی عبیدالله اعلان شده. هر کی صلاح‌الدین پهلوان $100 جایزه داره. هر پهلوان گزارش به خاطر مهمانی که نزدیک در مسکشی آمدن خوش آمدید خیر مقدم مرد می‌دارن. صلاح‌الدین پهلوان گزارش در اختیار داره که $100 از طرف حاجی عبیدالله خان اعلان شده. تا سریان در میان پهلوانا همچین است و زدن و کندن از بین پهلوانا صلاح‌الدین مماتی گزارش را به ترکیب خود دارد، اما خیلی و دیگه پهلوانا دستوردار نیستن و صلاح‌الدین مماتی هم دستوردار نیست. ماندن والا یک گزارش هم نیست که $100 جایزه از طرف حاجی عبیدالله خان اعلان شده. نام خدا خیلی کش از خیلی برادروار همون پهلوانای عزیز برادروار دوستان بین خود دستکشی کنه. شفاعالدین پهلوان است به حاجی برهانی عظیمی است. دوستان در اختیار شفاعالدین پهلوان است به حاجی برهانی عظیمی است و $100 از طرف حاجی عبیدالله خان جایزه دارد. یشسن حاجی عبیدالله خان حاجی عزیز را بای کلام نموه $100 اعلان کلت مجب خان هکسی من شفاعالدین پهلوان نزدیک جلوی پهلوان هر کی شفاعالدین جان است به حاجی برهانی عظیمی است. شفاعالدین پهلوان شفاعت حاجی برهانی عظیمی است. گوساله در درش هایی که $100 اعلان شده پیسه کمی نیست. هنوزم شفاعالدین پهلوان غلطی نظر شده. اطاعتن سر پهلوانی که از منحرف میشه عین کنه سید مسعود شیرپور گرفتن. سید مسعود شیرپور گرفتن که بتونه گذاره به چون برسانه جایزه $100 حاجی عبیدالله را از آن خود بکنه. حاجی صاحب آتی بای هم خوش آمدید نیرو آتی بای عزیزه ای کاش به نو خرید آشا شیرگاوی پهلوان است. سید مسعود پهلوان است. کاش به نو خرید آشا شیرگاوی پهلوان است. سید مسعود پهلوان شیرپور $100 جایزه داره. کاش به نو خرید آشا شیرگاوی پهلوان $100 جایزه داره از طرف حاجی عبیدالله خان. بله این سید مسعود است کاش به نو خرید الحاجی عبیدالله پهلوان است. یکی سرخون چی خود چلاو میگرده پهلوان باشی چلاو بزن جلاو بزن پلاو بزن میگه پلاو که بگرام پهلوان شیره کم چلاو بزنه شرقسی چلاوی باید کنشه سایبانش تو برسا یک چک بلد یک چک با سید مسعود پهلوان شیرپور سید مسعود پهلوان شیرپور بود که بسوارت به نوخرید کردیه مهون فدراسیون بسکشی و رئیس مندان آنهاش آیشه شیرگاوی پهلوان بکی گوساله با تکنیک و تکتیک گوساله را بخاطر رسانده مشتاق $100 طرف شو رمز لورد از طرف محترم آیشه واجبای از بیرق دار داده از بیرق دار داده از طرف آیشه واجبای $3000 سالم داره. از بیرق دار بتین از بیرق دار بتین پهلوانی که این گوساله را از بیرق دار بده و بچون میرسانه اولی $3000 چکیدهش میره بالا از بیرق دار بده پهلوان حاجی محمد دیوار شکن از بیرق مستقیم از بیرق دار بتین جایزه آجی آدمای $5000 نام خدا از طرف محترم آیشه واجبای $5000 جایزه داره که ستاره کولاب است اسب حاجی جنیدالله خان احمدی است. بیرق تمام است و گوساله چور است. بیرق شده و گوساله چور است. همونطور است. الو هر که $5000 طرف واجبای چور است. از بیرق دار داده شده چور است. چی میگه پهلوان حاکم میدان جلال حاجی محمد پهلوان دیوار شکن نام خدا ستاره کولاب آیشه جنیدالله احمدی بود که حاجی محمد پهلوان بی حاجی محمد جان حاجی محمد پهلوان با ستاره کولاب حاجی احمدی این گوساله را به چون رسانده مستقی $5000 جایزه از طرف حاجی عادی شناختش تبریک باشید در حاجی صفی‌الله احمدی حاجی دار بده مگه مرا چی کنم از بیرق دار میتین از بیرق دار میتین
از bayrakdor bitingi joyze e'lon میشه. حاجی صاحب نقیب لاجی زاده قدم گذاشته در بوسکشی پیش آمدید میگم. از bayrakdor حضرت محترم ماشین رقای عزیزی سیادر سالم دار از bayrakdor داده. های کبالا سمی پالون سیادر اثر ماشین رقای زیلا شده سمی پالون سمی پالون بلای تمیگرم سمی یک نکته گفتخار سمی پالون سفندازی آشد لیمبای شایغانچی بود که از bayrakdor داده گوشالا را بخط رفت دیگه بخشیشتر سمی پالون نام خداینا آیسه و لیمبای هم بخشی سمی پالون چاپاندازش هم داد. تشکر میگم از سمی پالون از بخشیشیش. از بخشی سمی معلم فیضان غلام تو از آن بانیت کنید یا غریب کی گوسالا در چای bayrakdor میدیم bayrak buru Yusuf'tan bayrak doğru nazar baydaki buru Yusuf'tan bayrak doğru nazar baydaki hakemi Macan Aşık Şirzabay Palon bayrak az bayrak doğru sahibi muhterem Usta Nakibullah Khan 3000 joyda doğru 2000 az sahibi Usta Nakibullah ki çekideş mine bola topalına çekilir 2000 Afgani joyda Yusuf Mahmudavani navcavanı talayta bigrin Yusuf Can mahkam tuttak limayta Juras adamıca kimi dolayı kursalara bacım burası arake joyde Usta Nakibullah Refikoy Malim Fayzağaz Hacı Nadir Kayyumi ziyade istekleşi Hacı Rahmetullah Alimi Hay kubalon ke asarafe Usta Nakibullah 2000 joyda dara Gosala defteri palona zamanı Juras nazar beydati hakemi Maydan Oysa Şirgabay Palon Juras 2000 asarafe Usta Nakibullah Khan joyda ilan şida Azabıza Juras Bahlavana ki khabar namoni gosala Juras ki 2000 Afgani joyda asarafe Usta Nakibullah ilan şida ve buskashi imrozi ma buskashi pandora ham faromush nakunid dar hamin maydon inshaallah ki asarafe Hoji Abdullah Sharifi behtar va xubtar barguzor mishi Teşekkür ederim. Bakşişi Usta Nakibullahi Sarkati. Hay Kabiracan. یک دقیقه نوارداریم سری گوسالا جمع نشین حکم میدان تصمیم اعلام نکنه یک دقیقه یک چکچک افتخار محترم رئیس میرجان احمدزی بازم نام خدا رئیس میرجان احمدزی بود که گوسالا را به سواره از پی کریش خود به دایره علال رساند و 2000 افغانی اثر اوستا نقیبالله سرقدی اعلان شده بود که مبارز آمر ورزشی ولای سمنگان امروی اندیوالا میمانشان در میدان بزکشی خوش آمدید میگیم که در میدان حضور پیدا کردن محترم حزب الله مبارز آمر تربیت بدنی ورزشی ولایت سمنگان و همچنین که یک دور مجدد از هر پلوانی که اسماعیل پلوان است محترم عزالله مبارز آمر تربیت بدنی المپیک ورزشی ولایت سمنگان امروی سرحدی و دیگر همکار است خوش آمدید و خیر مقدم عرض می‌دارم در بزکشی امروز که طرف آجین آقا اکرمی برگزار شده وی بالای تبریک ملاود پلوان است 1000 افغانی جایزه 1000 هم کم نیست های کلاودین پلوان علاودین پلوان انا شو جرب کجا یک 1000 افغانی جایزه از طرف آجی ساحل 1000 افغانی یک دانه هزاری با پیسه میشه نصیب کنم پهلوان است یک کم نیست علاودین پهلوان
حلاوت پهلوان زحمت میکشد در 1000 افغانی جایزه آج ساحل. های که صلاح‌الدین پهلوان اسب محترم آیسا بازینبای سمنگانی است. اسب سمندی آیسا بازینبای سمنگانی صلاح‌الدین پهلوان 1000 از طرف آیسا ساحل خان جایزه دارد. از طرف محترم آیسا ساحل خان 1000 جایزه دارد که اسب محترم آیسا بازینبای سمنگانی است. صلاح‌الدین چی میگه کم میدان یک چکچک و افتخار صلاح‌الدین پهلوان با سواری اسب سمند محترم آجیسه و زنبای سمنگانی گوساله را به دوره علال رسان 1000 از طرف آبجا فاتحین از آبجا نظر و ویشال اکرم میدان شور است از آبجا وار دارن شور است $100 از طرف آیسه ساحل خان از آبجا جور است هر پالونی گوساله را وقت میرسه قاضی چکیده تا $100 از 15,000 بالا میره اول $100 از آبجا جور است مستقل بیرق نمیرید مستقل به جور میرید $100 از طرف آج ساحل تشکر پیسی قبول باش نجیب الله پهلوان بکنی گوساله به جور برسانه که مستقل $100 جایزه چی میگه کمی میدان دست نزنی گوساله را کسی دست نمیزنه بیا نجیب الله پهلوان بیا نجیب الله پهلوان اسب محترم ایلاقس میمانای ولایت مزار است یک چکچک بکنی نجیب الله پهلوان سواری اسب شیرخونه ایلاقس مهمان مزار شریف توانست که گوساله را به جور برسانه که $100 جایزه را از آج ساحل نجیب الله پهلوان نظر خود کرد تبریک باشه در ایلاقس و در خود پهلوان $100 جایزه دارد سر مسار خان خالقی و صفی الله خان خالقی $100 جایزه دارد سمی پهلوان از دست آیسه ولینبای سایغانچی چاپاندازای محترم آیسه ولینبای سایغانچی است که $100 طرف صفی الله خان و حمید الله خان $100 جایزه از جانیزان سمی الله پهلوان از کپچگون مولوی رئیس فدراسیون دستوردار نیست سمی الله فولاد گوساله در اختیار سمی پهلوان چاپانداز آیسا ولینبای سایغانچی است که $100 طرف محترم صفی الله خالقی و حمید الله خالقی اعلان شده $100 گوساله نظام در اختیار پهلوان سمی است چاپاندازای آیسا ولینبای سایغانچی گوساله به دستای مماتی است صلاح‌الدین مماتی جایزه به $100 صلاح‌الدین مماتی که با سواری اسب محترم آجی عظیمبای سمنگانی با سواری اسب محترم آجی عظیمبای سمنگانی گوساله را به جور رسانده مستقل جایزه حلال من حلال است مرحوم ماشد عبدالرازق خان سالم شناخته شد پرت گوساله را پرت نمیجن گوساله را پرت است یک ناصر جان گوساله را پرت محمد یاسین حکیمی $100 را پهلوانی که از پیدا دار می‌دمیارد شاید حسین پهلوان از طرف محترم حاجی یاسین حکیمی $100 از بیرق دارداده بیرق پوره از طرف محترم حاجی یاسین خان حکیمی $100 جایزه دارد $100 دوره کلان از طرف محترم حاجی یاسین خان حکیمی از طرف محترم یاسین خان حاجی یاسین خان حکیمی $100 جایزه دارد $100 اعلان شد پهلوانی که این گوساله را برسانه با جور از طرف حاجی یاسین خان حکیمی اعلان شده همه چرا $100 کم نیست به طالی پهلوانا هر که پهلوان که از طرف یاسین خان حکیمی $100 جایزه دارد میراجان است پهلوان میراجان است دارد پهلوان میراجان $100 از طرف یاسین خان حکیمی جایزه دارد از طرف محترم یاسین خان حکیمی جایزه دارد
حاجی کیلان آشپزی رئیس فدراسیون بسکشی بلند سامان این زیاد زحمت میکشه. سپاس از حاجی کیلان. $100 از طرف حاجی یاسین خان حکیمی. هر تو بالون هر بالونی که گوساله را به خط میرساند رسید گوساله نزدیکی دایره الان است. نوار داریم الان است. بیا سایدی واجان اسکارت رسمی راجان است. یک چک بازیکن سایدی واجان شیرپور قهرمان سایدی پالان شیرپور بود که با سواری است اسکارت محترم رسمی راجان بغلانی دو ساله را به خط رسانده و $100 جایزه اعلام شده و از طرف حاجی یاسین حکیمی که اسکارت رسمی راجان بود بالایسته بگیرم. چی میگه حکم میدان؟ جیرنده قهرمان یوسف جنیدالله احمدی از حاجی محمد پهلوان باز هم دو گوساله پای در پای اسب قهرمان یوسف جنیدالله احمدی سیغانچی 2000 افغانی جایزه ناشر از طرف غوثالدین خان گروه که چکیدش بالا هم میره. پهلوانا کوشش بکنید جایزه در انتظار شما هست. 2000 افغانی است غوثالدین خان گروه اعلان شد. تشکر از بخشی حاجی صفی الله. ببینید کدام پهلوان است گوساله را بالا کرده است. سمی پهلوان است به یایسه برانبای سیغانچی است. فرق یایسه برانبای سیغانچی است. سمی پهلوان است 2000 جایزه طرف محترم غوثالدین بای برود اعلام شده که گوساله در اختیار سمی پهلوان فرق یایسه برهان سیغانچی است. آفرین به چلوای جان سمیولای فولا کمالای تبینینو یاسه چی خوب را میره مثل دیو رفتار داره یاسه چلاو بزن و مردی خدا چلاو بزن بلایتا بگیرم سمیولا 2000 افغانی جایزه اعلان شده طرف غوثالدین خان گروه. های کسانی فالان است به طرق یاسه برهانی سیغانچی است. دوستان دفتر سمی فالان است طرق محترم یاسه برهانی سیغانچی هنوز هم سمی فالان تلاش خود را میکنه برای کسب امتیاز. 2000 از طرف محترم غوثالدین بای برود اندیوالا یاسه دلیمبای سیغانچی سالم اعلان شدن. دست مردی سمیولای فولاد همینطور که فولاد است داخل از استایشم فولاد است مثل گیاه محکم کرده با اسب که راه میره در بین خوره هم میره از بیرقم خوب میاد چی رقمت چلا میزنیم فولا نزدیکای جرهم هست. هیچ چانس داری بکنه این بچه نامه تشکر شده بیاندازه که جایزه غوثالدین خان از آن خود بکنه. شمال دارن گوساله زمین از شمال داره. هر پلانی که زمین گیری میکنه یک دوره شمال کلان برده و گوساله از آن خودش هست و سالم غوثالدین بای برود را از آن خود میسازه. جالبترین مسابقه بزکشی شفاودین پالان است از طرف محترم حاجی صاحب براغای اکرمی و مناسبت محفل عروسی پسرشان حاجی احمد خان اکرمی نواسه حاجی صاحب اسماعیل بای سیغانچی امروز برگزار شده بود که میمانایی که از ولایت بغلان و بلخ و ولایت همجوار و منطقه ولسوالی های این ولایت در این میدان جمع شدن همه شما را خوش آمدید میگیم. فردا هم بزکشی در همین میدان ساعت 10 قبل از ظهر برگزار میشه از طرف محترم آیت عبدالله شریفی و مناسبت محفل عروسیه پسرشان البته امید جان شریفی. واردان بخیر از طرف غوثالدین خان برود 2000 افغان جایزه. امید باید خوش آمدید میگم. قاری صاحب منیر همچنان حاجی عبدالوحید قهرمانم دیده نمیشه این روزه بزکشی. واردان که جایزه 2000 افغانی از طرف غوثالدین خان برود حاجی احمد جان اکرمی کوی کرد
हमारे दावत कर गई माफे अजब उसके शिमर गुजर क्या अस्पोरा از مزارو از بغلان و تخار و کندوز و سر پل بدخشان دعوت کرد و امروز قوم سیغانچی یک بزکشی عالی دیدنی را برگزار کرد به خاطر حاجی احمد جان کجاست حاجی احمد شاداماد هست صفت نپالان اسم طورقه آجازین بای سمنگانی است گوساله یک دقیقه نظری گوساله جمع نشه کسی عقل دخالت را نداره و جز حکم میدان ریسپان این اسم طورقه تازه آورده آیسا گرانی عظیمی که نام خدا خیلی تیز بر آمد و خود باشیم است معلوم باشه معلوم شود که گوساله این که صفت الله پهلوان آورد چی میگه حکم میدان الان نیست فکر کنم آدم جور است وار داره که تو آدم اصلا بخواستیم با یه برد سالم داره آدم جور است گوساله بالا شده کدام پروان است شماره ها خوشوقت پروان گوساله از خط برامت فکر کنم صحیح خوشوقت از گوساله در اختیار داره پشت از این خط آخر لاغا شروع میشه پلوانه ارمان بدل نماریم جان که پلاسه حسن پسران مرحوم آشا غلام حیدربای خرمی است بلای بگیر ماسک حسن چی رو میگردن نام خود آخر اول آجی بابا آخر دولفت $100 از طرف محترم آشا ولیمبای سیغانچی است و $100 از طرف محترم آجی صاحب طایر خان و یک کمپل جایزه آخر اول است فعلا این جور است از به نوخری داشته شده پلان سعید مسعود پلوان شیرپور است از به نوخری آشا شده پلوان بود که بلای بگیرم خدایی که نام خدایی پلوان یک تکچه گفتخار سعید مسعود پلوان شمارده سعید مسعود پهلوان با سواری اسب تازه خریدی الحاج شهزاده بای پهلوان ماونی که اسم مسکش ولایت سمنگان این گوساله رو با چونستان این سعید مسعود شیرپور دو افغانی از طرف محترم خوشین بای گروه اعلام شده بود که $100 از طرف الحاج علی بای رئیس فدراسیون مسکش ولایت سمنگان و $100 از طرف حاجی طاهر خان و یک کمپل زمستانی هم ببینیم که آخر لاک اول کدام پلوان کدام است کدام بای به ثمر میرسانه و $100 آشا طاهر خان مامای داماد و $100 آشا ولیمبای سیغانچی یک کمپل هم تو خود زمستانی از آن خود میسازه گوساله بالا شده کدام پهلوان است که خوشنصیب کدام پهلوان است اولین آخرین طوفان است مکن که قیم طوفان اجل سوالی پیرد نقشی است قیم طوفان میتونه که رجل خود بکنه که $200 یک کمپل جایزه داره اصلا باجه طاهر خان الحاج علی بای سیغانچی رئیس فدراسیون مسکش ولایت سمنگان $200 یک کمپل آخر اول هر که $200 جایزه در آخر اول از طرف محترم آشا ولیمبای سیغانچی $100 از طرف آشا طاهر خان مامای داماد یک کمپل $100 جایزه داره هر پلان که آخر اول به دوری اعلام میکنه جالبترین مسابقه آخر اول بزکشی آشا احمد خان داماد پسر آشا مراغای اکرمی نواسای آشا اسماعیل بای سیغانچی میزبان این مسابقه تمام قومای سیغانچی که مسابقه برگزار کرده بود هی که پلان هی که نجیب الله پهلوان نجیب الله پهلوان آخر اول میتونه میگیره نجیب الله پهلوان ایلاقی میمانای ولایت بل آستان احوال بزکشی امروز را بدن 2000 افغانی از طرف مالی فیض آقا با یک وزن و 2000 افغانی از طرف 25 جنون آخر سعید مسعود پلوان از
شیرزوبای پالوان آخرلاق است همچنان وزیر افغانی سرب مساوی خان و حمیدالله نواسه های مرحوم محترم رازقبای وسیع از آنم از طرف حاجی آصف اعلام میشه قابچی نمیگه آسان گرفت اصلا بگه قابچی رو پیش مسیح برادران اسب محترم آقای صاحب شیرزوبای پالوان امروز از طرف محترم آقای آقای اکرمی $100 و یک دسته قالین متخوب قالین گارانتی اعلان شده آخر از کسی آخر اعلان شده بود آخر اولا نجیب الله پهلوان آخر دوم سید ماسد پهلوان بدایره علالتان آخر از طرف محترم آقای اکرمی $100 و یک دسته قالین اعلان شده که کدام پهلوان از آن خود میسازند آخر مانده خیلی کش مانده آنه گپ زیاد است آخر یک آخر مانده بس خلاص برادران نظر به هدایت قماندان صاحب پیکار برادران بی سر صدا سر هم دیگر به جای اسپای نکنین هر پلوان با زور و بازوی خود در نفت دست بکنید طرف های که آخر است که $100 یک دسته قالین از طرف $100 یک دسته قالین گارانتی دست بکنید بچه $100 یک دسته قالین $100 یک دسته قالین از آخر امروز